اولین روز کاری مهندس ما هنوز شرکتی می‌خواستیم بشیم. مهندس بخشی ما زنگ زدن که برین لباس بگیرین فردا بیاین سر کار. 16/11/95 بود. همون موقع برف شدیدی هم اومده بود اگر یادتون باشه. بعد مهندس گفت که لباس بگیریم بیان. ما چون برف اومده بود همه مغازه بسته بود. ما اعصابمون تو خونه خورد شده بود که خدایا ما بدون لباس بریم. بعد از چند ساعت که تو نوبت بریم و ما زنگ زدن اگه لباس نداشته باشیم باز بخوایم برین نیاین سر کار دیگه. به هر بدبختی واسه لباس گیر ما نکرد. روز بعد با همین کت شلوار اومده بودیم ما فرستادن بارگیری با همون کت شلوار بارگیری. حقیقتا اگه من یه روزی مدیر کارخونه بودم به قسمت کنترل نهایی بیشتر مثلا زوم هم بیشتر روی کنترل نهایی بود، چون واقعا بچه‌ها مثلا تو این چند وقت اخیر که تولیدم بیشتر شده فشار واقعا حداکثری رومون هست و همه لحاظ روانی همه لحاظ بدنی دیگه تحت فشاریم. هر چند روزی یکی به استعلاجی میره کمری زم مخوره. بیداری الان بیشترین درخواست‌ها رو از این فینیشینگ داره، چون واقعا بچه‌ها تحت فشار قرار گرفتن. حقیقتا یکی از سوتی‌هایی که من در طول خدمت دادم من بازرسی تایر هستیم دیگه. تایر اسکرپ که میان مثلا نشتی که هست دیگه بلادر ترکیده دیگه، نشتیه دیگه، باید زنگ بزنیم که بلادر رو عوض کنه. حقیقتا من روز اولی که نشتی اومده بود زنگ زدن گفتن یه لاستیک احتمال زیاد شاید نشتی شده باشه. این نشتی شده بود دیگه، گفتن احتمال داره این نشتی باشه. کویر تایر در مسیر تولید، نوآوری و اعتماد، 27 سال نوآوری به عشق ایران.